درود بر شما ملت عزیز، با درود بر شما ملت نمک نشناس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم که در مورد حضور نماینده ما در سازمان ملل و صحبت بسیار فرهیخته ایشون در سازمان ملل به زبان انگلیسی رو که در حضور همه نمایندگان کشورهای مختلف انجام شد رو برای شما توضیح بدم. ایشون گفتم با زبان بسیار فرهیخته به انگلیسی صحبت کردن. گفتن که we are not going to compare ourselves with other countries. تا اینجاش گرفتیم. Instead we wish to evaluate with our situation in relation with aspiration and value that and 3 years ago women Iran has always made it out most afford women Iran always 3 years made afford not always made utmost in effort in human rights issues. بله دیدید بسیار فرهیخته در مورد و از صحبت‌های پر افتخار ایشان. ببینید از کلمات بسیار زیبایی استفاده کردن. کلماتی هست که شاید شما تا حالا نشنیده باشید، مثلا برای مثال ریدنیشن یا ریدنیشنلایز. خب اینا کلماتی هست که هر کسی بلد نیست، فقط ایشون بلد بودن که گفتن. یا که مثلا افرت اینا رو ببین هر کسی که بلد نیست افرت. برید که گفتم که به افتخارات ملی خودتون اضافه کنید که ما در سازمان ملل با کمال توانایی به زبان انگلیسی تونستیم که صحبت‌های خودمون رو به گوش تمام نمایندگان جهان برسانیم و از شما بانوان ایرانی با سخنان زیبایمان دفاع کردیم و از مقام و عزلت خودمون هم دفاع کردیم. ولی دیگه هر چیزی که دوستان عزیز، امیدوارم خواهران برادران لذت برده باشید از این افتخارات جهانی ما و صحبت‌های ما. گفتم یه دهم براتون بخونم، نه؟ چرا که نه؟ Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in 7 seas. Everybody's looking for something. Someone wants to use you. Someone wants to be used by you. Redirection. Yeah. همین دیگه. تا ویدیوی بعدی. خداحافظ ملت نمک نشناس. تا لیاتون نره که حکومت قبلی شاهنشاه آریامر بزرگ ارتشداران به 5 زبان مختلف صحبت می‌کردند. To make us feel satisfied. Instead, we wish to evaluate our situation in relation to the aspiration and values that we revolutionized 34 years ago. The government of Iran has always made its utmost effort. Iran has always made its utmost efforts to address human rights issues and will continue to give the Iran